بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما شما میخوانیم گروپ پالیسی. چی را میخوانیم؟ گروپ پالیسی. گروپ پالیسی چی هستند؟ گروپ پالیسی مجموعه از پالیسی های هستند که توسط آن شما می توانید برای هر بخش کامپیوتر و ویندوزتان چی بسازین؟ پالیسی بسازین. یعنی چه قسم بر هر بخش ما شما پالیسی جور کرده میتونیم. فرض مثال یک چیز را انیبل میکنی، دیسیبل میسازی، فهمیدین؟ فعال و غیر فعال میسازی. یک چیز را هاید میکنی در ویندوز، فهمیدین؟ پس به خاطر از شما میتونید چی استفاده کنین؟ گروپ پالیسی. در گروپ پالیسی در مجموع 1000 پلاس پالیسیز وجود داره. چقدر پالیسی؟ 1000 پلاس، یعنی از 1000 بیشتر پالیسی وجود داره که شما برای آن بخش بسازین. با خاطر باز کردن گروپ پالیسی ببینین شما اولین طریقه ای دارین که برن استارت. در اینجا در رن، در کجا؟ رن. در رن نوشته بکنین. رن نشان نمیداد، نه هاید است. پس گفتیم که در رن نوشته کنین gpedit.msc. gpedit.msc. gpedit it's mean group policy editor. فهمیدین؟ صفحه لوکال گروپ پالیسی ادیتور چی شد؟ باز شد. گفتیم که یا می توانید برین در رن نوشته بکنین gpedit.msc تا گروپ پالیسی باز شود، و یا هم می توانیم بریم start all program. چی؟ all program. بعدا در اینجا بالای چی کلیک بکنین؟ accessories. command prompt یا cmd. در اینجا می توانیم نوشته کنیم start فاصله gpedit.msc. این نوشته بکنین انتر. صفحه گروپ پالیسی چی شد؟ باز شد. و یا هم می توانید توسط پروگرام نوتپد برین پروگرام نوتپد را باز کنید. سایستان و در پروگرام نوتپد در اینجا نوشته کنین start فاصله gpedit.msc. start فاصله gpedit.msc. ای را در اینجا نوشته بکنین. بعد از او ثبتشان بکنین. کنترل اس ای را ثبت میکنیم. در هر جایی که خواسته باشه مشکلی نیستن، فهمیدین؟ مثلا در دسکتاپ با نام چی ثبت بکنین. هر نامی که شما میخواین برایشان بدین، مشکلی نیست. مثلا اینی نام و در آخر نام باید چی باشه؟ نقطه BAT ضرور است. .bat چون بچ فرمت یا بچ سیستم فایل فرمت شد. سیف. حالا اگر شما برین بالای همین فایل هر وقتی را که خواستیم دبل کلیک بکنین برایتان باز میکنه گروپ پالیسی ادیتور. درست است؟ درست است. میتونیم ما شارتکت زیر بسازیم. رایت کلیک بکنیم نیو، بعد از نیو در اینجا نوشته بکنیم شارتکت و در شارتکت نوشته میکنیم gpedit.msc. انتر میکنیم. ببینید شارتکت گروپ پالیسی در اینجا آمدن. میتونیم بالایش دبل کلیک کنیم. ببینید برای ما صفحه گروپ پالیسی را باز کرد. و یا هم میتوانیم بریم در اینجا در تاسک بار رایت کلیک بکنیم start task manager. start task manager new task و در اینجا حالا ما نوشته میکنیم چی؟ gpedit.msc. انتر. صفحه گروپ پالیسی ادیتور باز شد. و یا هم گفتیم که می توانیم رایت کلیک بکنیم تول بارز، آدرس بار را بیاریم. از طریق آدرس بار در آدرس بار نوشته بکنیم gpedit.msc. انتر. صفحه لوکال گروپ پالیسی ادیتور چی شد؟ باز شد. این را کلوز میکنیم. باز هم رایت کلیک میکنیم در تول بارز میریم. آدرس بار کلوزش میکنیم. غیر فعال. سایستان؟ پس این طریقه های بودن که به خاطر باز نمودن صفحه گروپ پالیسی استفاده می شود. فهمیدین؟ یعنی از اینجا میتونید شما پروگرام صفحه گروپ پالیسی را چی کنید؟ باز کنید. این طریقه را که ما شما کار کردیم کل از یا شارتکت هستند. چیستن؟ شارتکت است. یعنی راه کوتاهی هستند به خاطر باز کردن اینها. پس میتونید شما برین در مای کامپیوتر در درایو سیم برین. فهمید؟ اصلی ممکن است در درایو سی در ویندوز در سیستم 32 فولدر چی؟ سیستم 32 در اینجا برین gpedit اصلی در اینجا هستن. خب این کات ویندوز می باشه این سیتینگ وساز که این تو کات خود ویندوز است. فهمیدی نه؟ gpedit.msc هست یا نیستن؟ ببین اصلا هستن در اینجا. فهمیدی؟ پس این بودن طریقه باز کردن یا موقعیت گروپ پالیسی. فهمیدی که چه قسم شما باز نمایید مشکل نیست. نه و حال مربوط شما میشه که از هر طریق خواسته باشید باز نمایید خوب باز کنیم. ما درن میریم نوشته میکنیم گروپ پالیسی یا gpedit.msc. انتر ببینید صفحه لوکال گروپ پالیسی ادیتور چی شد؟ باز شد. وقتی که او باز شد حالا چی کار میکنیم؟ در اینجا ببینید دو قسم کانفیگریشن وجود داره. ببین لوکال گروپ پالیسی سیستم فهمیدین کامپیوتر پالیسی دو قسم کانفیگریشن ما داریم. چند قسم کانفیگریشن یا فایل سازی ما داریم؟ دو قسم. یکی هستن کامپیوتر کانفیگریشن و دوم هستن یوزر کانفیگریشن.
کامپیوتر کانفیگریشن و یوزر کانفیگریشن. چند قسم چیزها آپ کانفیگریشن داریم گفتیم؟ دو قسم کانفیگریشن داریم، کامپیوتر کانفیگریشن و یوزر کانفیگریشن. اگر ما در کامپیوتر کانفیگریشن بریم هم همین چیز هستن، سافتویر سیتینگ، ویندوز سیتینگ، ادمنستریتیو تمپلیتس. فهمیدین؟ و اگر در یوزر کانفیگریشن هم بریم ما شما همین چیزا داریم، سافتویر سیتینگ، ویندوز سیتینگ، ادمنستریتیو تمپلیت. فهمیدین؟ یعنی در اینجا معنی اونم چیز، در اونجا هم چیز. خیلی چرا دو جای اومده، یکی کامپیوتر اومده، یکی یوزر کانفیگریشن اومده. ببینید اگر شما در کامپیوتر کانفیگریشن تغییرات بیارین، در کامپیوتر کانفیگریشن تغییرات وارد بکنین، پس به این معنی که در مکمل کامپیوتر تغییراتی میه. چندین یوزر را که داشته باشین، یوزر به نام احمد دارین، گست دارین، ادمین دارین، خلیل دارین و سامی دارین مختلف، پس در کل یوزرها همان تغییرات نه. اما اگر در یوزر کانفیگریشن شما کوم چیز را غیر فعال کردین یا ریستارت، اونم یوزری که کار میکنین در همان یوزران تغییرات میه. پس اون حال نظر به کار شما هستن. اگر شما میخواین که در مکمل یوزرها همین کارا انجام بدید، پس در کامپیوتر کانفیگریشن تغییرات برین. و اگر میخواین که فقط کرنت یوزر در یوزر موجوده ای کار شوه، پس چی کار بکنین؟ در یوزر کانفیگریشن برین. درست است؟ اگر نه ببین سافتویر سیتینگ هیچ چیزی نداره، در اینجا برین هیچ چیزی نداره، در سافتویر سیتینگ چیزی نیست. ویندوز سیتینگ ببین اسکریپت لاگ آن اور لاگ آف، دو جا موضوع موجود است. پس ما شما هیچ کدام اسکریپت استارت اپ ببین هست یا نیست. اسکریپت لاگ آن اور لاگ آف ببینید این چی کار میکنه. ما میخوایم وقتی که کامپیوتر گل هم میشه یک عکس العمل را نشان بده و وقتی که روشن هم میشه یک کار بکنه. فرض مثال ما شما چه قسمی کار را میکنیم؟ اسکریپت لاگ آن اور لاگ آف. ما شما میریم یعنی مثلا یک تصویر جور میکنیم، پروگرام پینت خمش تصویر پینت باز میکنیم، این سفر رنگ چی میتونم؟ سیاه. و در اینجا نوشته میکنم که چی؟ یعنی کلان نوشته باید بکنیم که چی؟ ها؟ ویلکم نه، گود بای. صحیح سن؟ یعنی وقتی که کامپیوتر لاگ آف میشه همین مسیج برای ما دیسپلی تا شما میتونید یک میوزیک بانین، یک چیزی دیگر بانین. فهمیدین؟ بله. تو وقتی که لاگ آف میشه بانا چی کار بکنه؟ همان مسیج را برایتان نشان میده. یک فایل نوشته شده میشه وقتی که گل میشه او رو نشان میده. اینا لیره تغییر میتونیم بگیم که وقتی که چی میشه؟ صحیح است؟ حالا میریم نوشته میکنیم این رنگ پاس تغییر بدیم و نوشته میکنیم که چی؟ ویلکم. چی نوشته کردیم؟ ویلکم. یا یک میوزیک گفتیم، یک خواندن چیز را بانیم در اونجا. صحیح است؟ حالا میریم دوباره این رسی باز با دامه چی ثبت میکنم ویلکم. میخوایم که کامپیوتر گل میشه آن تصویر را نشان بده که چی نوشته شده دیش؟ نه گود بای نوشته شده. و وقتی که روشن میکنیم آن تصویر را نشان بده که دیش ویلکم نوشته شده. پس شما میتوانید برین در آن نوشته کنین gpedit.msc gpedit.msc انتر بکنید و بعدا بالای administrative templates کلیک میکنید. سوری not administrative ویندوز سیتینگ و بعد از اسکریپت لاگان اور لاگ لاگان وقتی که لاگان میشه اد بکنین یک فایل را براوز. کدام فایل را نشان بده؟ میریم در پیکچرز. در پیکچرز بود یعنی گود بای. چی را نشان بده؟ گود بای را نشان بده. اوکی میگه اپلای میساز. اوکی درست شد. وقتی که لاگان چی کردیم؟ نه اشتباه کردیم. لاگان یعنی که روشن میشه. لاگان که شد این رو میگن در وقت لاگان شدن ویلکم را نشان بده. صحیح؟ بله. اپلای اوکی. و وقتی که لاگ آف میشه کدام ایمیج را نشان بده؟ میگیم در براوز پیکچرز گود بای این تصویر. درست است؟ اپلای. حالا این دو ایمیج را اد کردیم. شما گفتیم در اینجا یک رینگتون اد کرده میتونین، یک صدایتان ثبت بکنین، باز نمیدش بگوین که خدا حافظ. درست است؟ یا خوش آمدید. پس میتونین شما یک ساوند را پلی بکنین، یک تصویر را نشان بده، یک فایل را نشان بده. در لاگان اور لاگ آف انداختیم. حالا هر وقتی که ما بخوایم کامپیوتر خدا گل بکنیم برای ما همان مسیج را نشان میده. گود بای میگه و وقتی که روشن میکنیم چی را میگه؟ ویلکم را نشان میده. فهمیدین که چه قسم در استارت اپ چیزا را انداختیم؟ درست؟ بعد از ببینیم دوباره میریم در رن نوشته بکنیم gpedit.msc. بعد از اپشن ها هستن به نام administrative templates.
در اینجا زیاد چیزها هستن. ببینین فرست ون، اولین چیزی رو که شما میبینین کنترل پنل. در اینجا سیتینگ ها و تنظیمات کنترل پنل را شما جور کرده میتونین. برای هر بخش کنترل پنل البته شما میتوانید چی جور کنین؟ پالیسی جور کنین. یک مثال ما کار میکنیم دیگه، باز خودتان هم انگلیسی را میفهمین، را بخونین و کار کرده میتونین. درست است؟ مثلا نوشته شده prohibit access to the control panel. این آپشن یعنی معنی prohibit معنی شدن، access دسترسی to the control panel و control panel یعنی معنی دسترسی کنترل پنل شو. کنترل پنل سیتینگ کامپیوتر است. هر کس می در این سیتینگ یا در کنترل پنل دست میزنه. مشکل ایجاد میشه برای ما یا نمیشه؟ میشه نه؟ خب پس ما میخوایم که نباید این کار شود. کسی کنترل پنل را باز کردن؟ نتواند. پس برین prohibit access to control panel را دبل کلیک بکنین و برایشان enable کلیک کنین apply. اوکی. حالا هر کس که هر جای بخوای کنترل پنل ببینین هست؟ نیست. وقتی که در نمبری نوشته کنی کنترل انتر بکنید برایت باز نمیکنه. This operation has been cancelled due to restriction and effect on this computer. این دسترسی قطع شده. اگر شما شارتکت کنترل پنل را هم بسازین، فرض مثال رایت کلیک نیو شارتکت چی نوشته میکنیم؟ کنترل. جور شده نشده کنترل پنل شارتکتش. هر وقت خواستن بالای زمین دبل کلیک کنین. خب باز نمیشه به خاطر از اینکه مانع دسترسی از شده. دوباره بالای زمین prohibit access to the control panel میبینید. بالای همین دبل کلیک میکنیم not configure. درست؟ اپلای میکنیم. show only specified control panel items که به خاطر نشان دادن کدام بخش نشان بده دیگهش هاید میشه. فقط اون یک بخش رو که شما نوشته میکنین همان رو چی میکنه؟ نشان میده. hide the specified کدام بخش کنترل پنل اگر میخواین چی بکنین؟ هاید کنین، پنهان کنین. پس از جا میتونین کارو بکنین. ببینین فرض مثال بازم براتون میگم hide specified control panel items. ببینین ما شما در کنترل پنل سیتینگ های زیاد داریم. ما میخوایم که فقط ماوس هاید شود. فقط چی هاید شود؟ ماوس هاید شود. پس برین در رن گفتم نوشته کنین gpedit.msc. بعدن در کجا بخش جور بکنیم؟ administrative templates کنترل پنل hide specified هاید کو به طور مشخص enable show کدام میشه هاید کو. برین برشان نوشته کنین چی را هاید کو؟ ماوس را. اوکی کو اپلای بساز. اوکی. حالا ببینین وقتی که شما برین در کجا کنترل پنل نشان میده ماوس ها؟ هست نه؟ گلش کو کنترل پنل دوباره اثر که می در کنترل پنل ببینید ماوس حال وجود نداره. هست؟ نیست. پس میخوایم دوباره نشان بدهد. پس برین در همینجا دبل کلیک میکنیم not configured. not apply. اوکی. درست شد؟ حالا اگر ما شما پس دوباره بریم در کنترل پنل ببینیم که ماوس آمده نماده. آمده. سیسن میخوایم که فقط ماوس باشه دیگه هیچ کدامش نباشه نه. شو اونلی اسپسیفاید کلیک کن. انیبل برو شو برو. اینا که در یک کدام ولی رو نوشته کنی ببینیم حد مثال نوشته میکنیم ماوس. اینا ببینیم یعنی فقط همین رو نشان میده. ببین فقط ماوس نشان میده دیگهش نشان نمیده. خیر اینا مثال بازم گفتیم ببینید این دیگه شما کلتان 1000 پلاس پالیسی وجود داره ما نمیشه که کلش رو بریم اپلای کنیم. فهمیده؟ اینا ببینید این بخش بود کنترل پنل عمومیات. add or remove program. در اینجا شما می توانید در یک کامپیوتر پنل آپشن هستن با نام add or remove یا پروگرام فیچر که از شما پروگرام ها را ریموو کرده می توانید. فهمیدید؟ پالیسی رو برای از اونها میتونید جور کنید. add or remove پروگرام رو کلیک کنید. hide add new program remove add or remove program. ایره که کلیک کردی add or remove از کنترل پنل چی میشه؟ گم میشه. چی میشه؟ گم میشه. نمیخوایم گم کنیم. دیسپلی برای بخش دیسپلی شما میتونید تنظیمات جور کنید. کی را گم میکنید میاره نه اینی دیسپلی ها چی شد دیسپلی نه برای از اینی بخش میتونید شما تنظیمات رو جور کنید. پرسونالایزیشن دینا روز ما شما خواندیم. رایت کلیک کنید پرسونالایزیشن برای از اینی بخش شما میتونید چی جور کنید پالیسی جور کنید. ببین زیاد کارا هستن. فرض مثال ببین ما شما میریم در پرسونالایزیشن میریم دبل کلیک میکنیم. پریونت چینجینگ کلر سرچ می کلر تبدیل نشه. پریونت چینجینگ دم چی نشه؟ تبدیل نشه. پریونت چینجینگ ویژوال ببین فرض مثال سیمپل ما اگر رایت کلیک بکنیم پرسونالایز بریم دمز را میتونیم تغییر بدیم نمیتونیم. هر کس ما یک دمز اپلای کردیم میره دم تغییر میده دیگه دم میره. صحیح است؟ بله. تبدیل کردی نکرد. اینا ببین باز آورد اینی دمز آورد. تبدیل میشود یا نمیشه؟ میشه نه؟ خب ما این دمز کلیک کردیم این دمز ما خود ما آوردیم همین دمز میخوایم که کسی تغییر نده. این دمز را میخوایم کسی تغییر نده. همونطور باشه. پس برین کجا در گروپ پالیسی prevent changing them یعنی جلوگیری کو از تبدیل شدن دمز enable و apply. وقتی که را اپلای کردی اوکی کردی حالا ببین رایت کلیک در پرسونالایز اگر شما برین بیا
چند وجه ساعت؟ درسته ساعت باید فکس شما 8 وجه حاضر باشید. ببینین حال کسی دمز را تبدیل کرده میتواند؟ دمز را کسی تبدیل کرده؟ نمیتواند. ببینین هر چی که شما میبینید دمز هر چی که کلیک بکنه کسی تغییر داده نمیتونه. ببینین دقیق باشین گفتیم اگر رایت کلیک بکنیم در پرسونالایز بریم یا نه تغییرات وارد میکنیم میشه؟ نمیشه نه. پس میخوایم که ما چی کار بکنیم؟ برین رن درن نوشته کنین gpedit.msc gpedit.msc. ببینین همان چیزی که درن نوشته کردیم درست است؟ این را درن نوشته میکنیم و انتر میکنیم و بعد از او گفتیم در کدام بخش میریم؟ administrative templates control panel دیگه چی؟ personalization. در اینجا میریم چی کار میکنیم؟ prevent changing theme. این را دبل کلیک کو چی بساز؟ یا not configured یا disabled. هر کدومش که انتخاب کردی فرق نمیکنه. اوکی اپلای. ببینین که پس دوباره دمز میشه نمیشه؟ فعال شد یا نشد؟ میتونه کسی هر کس برای باز دوباره دمز را تغییر داده؟ میتونه. تغییر میکنه نمیکنه؟ میخوایم که دمز تغییر شوه خو اما بک‌گراند تغییر نشه. ببینیم فرض مثال فعلا که هر کس بیا بک‌گراند تغییر بده. ببین امی بک‌گراند است. رستور بک‌گراند کلیک میکنه دین روز ما شما خواهد دید. درست است. ببین ایره کلیک میکنیم ها تغییر میتونه نمیتونه بک‌گراند ها را تبدیل کرد. ببین دیگه عکس آورد یا نآورد؟ دیگه عکس آمد نه؟ ها تغییر داده میتونه نمیتونه؟ خب ما میخوایم که رایت کلیک کنیم سامی بک‌گراند. اینی بک‌گراند را عین ست کردیم درست؟ میخوایم که همین بک‌گراند باشه و کسی بجای از دیگه عکس را در روی صفحه آورده نتا. فهمیدین مقصد؟ چی گفتیم؟ که همین عکس باید باشه بجای از یک عکس دیگه عکس کسی نبره در روی صفحه. پس چی کار میکنیم؟ گفتیم برین رن gpedit.msc gpedit.msc ایره دارن نوشته کنیم و بعدا برین administrative templates و بعدا control panel. چی را کلیک کنین؟ control panel. بعد از او personalization. بعد از او ببینین prevent changing theme همین را دبل کلیک بکنین. سوری دیم نه prevent changing wallpaper بک‌گراند را میخوایم تغییر نشه. prevent changing desktop background یعنی بک‌گراند دسکتاپ تغییر نکنه. بک‌گراند دسکتاپ تغییر نکنه. بالا از همین دبل کلیک بکنین و برای شد چی بگوین enable. ایره که enable کردیم اوکی. حالا هر کس که هر چی بکنه که برای پرسونالایز بک‌گراند را تغییر بده بک‌گراند لاک شد یا قلف شد. متوجه هستین؟ بک‌گراند چیستن؟ لاک است. کسی تغییر داده نمیتونه. ایره کلیک کن. تغییر کرد؟ کو چی میگه تغییر کرد؟ یعنی همون چیز تغییر کرد. دمز تغییر کرد بک‌گراند تغییر نکرد. بک‌گراند کسی تغییر داده؟ نمیتونه. همین هر چی که بکنی بک‌گراند تغییر نمیکنه. فهمیدین؟ پس ببینید کسی این حال بجای از همین عکس در روی صفحه عکس دیگه را آورده نمیتونه. کی ما شما در رن گفتیم نوشته کنین وین کیل همراه آر کلید وین کیل را خمش نسین. ویندوز لوگو کی را بگیرین همراه آر رن و در اینجا نوشته کنین gpedit.msc و انتر بسازین. بعد از انتر در اینجا برین administrative templates و در این قسمت هم برین بالای چی کلیک بکنین control panel. این بود در بخش پرسونالایزیشن. هر بخشش شما میتوانید چی بکنین همونطور پالیسی جور بکنین. فهمیدین؟ پرینتر شما میتوانید برای پرینتر خودش نسید برای ماشین چاپ شما پالیسی جور کنین. ببینین یعنی هر کس میاد در کامپیوتر ما سر به خود پرینتر انستال میکنه نمیکنه؟ بله. چرا بکنه؟ ببینین در کنترل پنل میریم دیوایس اند پرینتر. کجاست دیوایس اند پرینتر؟ نه یه اپشن است. میتونه پرینتر با خود انستال کردن میتونه. ببین ادا پرینتر میتونه نمیتونه پرینتر انستال کنه. ببین ادا پرینتر که کلیک کنه دیگه پرینتر انستال کرده میتونه. فرض مثال میخوایم پرینتر کسی انستال کرده نتونه یا کسی که پرینتر رو دیلیت میکنه رایت کلیک میکنه بالا دیلیت پرینتر ریموو پرینت دیوایس ریموو کرده میتونه دیلیت هم کنه. خب میخوایم که کسی نتونه در پرینتر انستال بکنه یا پرینتر چی کنه دیلیت کنه. متوجه هستین؟ پس برین در رن نوشته کنین gpedit.msc انتر. بعداً administrative templates control panel و در اینجا پرینترز برین دبل کلیک کنین.
prevent deletion of printer. Prevent deletion of printer. یعنی کسی پرینتر را دیلیت کرده نداره. enabled apply. حالی کسی پرینتر را ریموو یا دیلیت کرده نمیتونه. فهمیدین؟ میخوایم که اینستال هم کردن نتونه. prevent addition of printer. enabled apply. حالا در این کامپیوتر نه کسی پرینتر اینستال کرده میتونه و نه کسی پرینتر دیلیت کرده میتونه. ببینید نه کنترل پنل دیوایس اند پرینتر برین و ببینید پیشتر میتونستیم یک پرینتر اینستال میکنیم. اینا لادا پرینتر که کلیک میکنیم مسیج میده this operation has been cancelled due to restriction. این افکت که کنسل شده نمیتوانید شما چی کاری بکنید اینستال کنید. در دفتر زیاد کار میتونه مثلا اگه کامپیوتر کار باشه من گفتم که در بخش ایتی شما میتونن رول داشته باشن. فهمیدین نه اینا کسی پرینتر اینستال کردن نمیتونه و نه دیلیتش کرد نمیتونه. دوباره میریم در نوشته میکنیم gpedit.msc تا صفحه لوکال گروپ پالیسی ادیتور چی شد باز شد. حالا ببینین میریم بالای administrative templates کلیک میکنیم. چی را کلیک میکنیم؟ administrative templates. در اینجا در کدام بخش میریم؟ کنترل پنل. پس این بود برای بخش پرینتر ها بوده، نه که شما پرینتر از قسم انیبل و دیسیبل بسازین. در اینجا میریم پروگرام برای پروگرام ها میتونین چی بکنین؟ تنظیم جور کنین. اینا بانین regional language یک اپشن داریم در کنترل پنل. ما شما خواندیم بالا regional language یا نخواندیم؟ خواندیم یعنی؟ نخواندیم. چرا نخواندیم؟ زبان که تغییر میدادیم کرنسی بیارا. درست است. ببینین اینو میخواستیم تغییرات بریم. regional language چه قسم تغییرات میارین؟ برین بالای چی کلیک بکنین؟ برای regional language option. regional language option کلیک کنین. میتونه نه hide the regional language option. او را برای چی میکنه؟ hide میکنه. فهمیدی؟ hide the geographic location. موقعیت جغرافیایی از او را hide کن. موقعیت جغرافیایی در کجاست؟ اصلا اینجا افغانستان اصلا ببینید اینی هستن رجن ما لوکیشن باز گم میشه. فهمید هر بخش میتونی چی کنی. پس ما ضرورت نداره می ریستریکت نمیکنیم. بک کلیک کنید دوباره برمیگردم. پس این بود در بخش کنترل پنل گفتیم که شما چه قسم بتوانید تنظیمات برای چی بسازین؟ کنترل پنل جور کنید. برای چی کدام بخش؟ کنترل پنل. دیدین که هر بخش رو گفتیم شما میتوانید سری چند تاش مربوط این نتورک میشه. کدامش؟ نتورک از تو شیر فولدرز تو باشه اصلا کن نه پاسند این خب فقط کنترل پنل ما شما کار کردیم. ببینیم بعد از اون ما اپشن داریم دسکتاپ. دسکتاپ خو میشناسین کدام سهاره میگه خودت بر من بگو دسکتاپ کدام جاست. این صفحه کامپیوتر را که شما میبینین ایده چی میگم؟ دسکتاپ میگه. در اینجا اگر شما بخواید سیتینگ یا پالیسیز شما اپلای بکنید چی کاری کرده میتونید. ببینین برین رن همین صفحه کامپیوتر را گفتیم چی میگیم؟ ما نام چیت میکنیم صفحه کامپیوتر دسکتاپ گفتم میتونیم مکمل صفحه کامپیوتر با نام چیت میکنم دسکتاپ یاد میکنم. پس ببینین در اینجا میخوایم برای ازی پالیسی جور کنیم. پین کی آر رن در رن نوشته میکنیم gpedit.msc انتر بکنیم و بعد میریم administrative templates و در اینجا بالای چی کلیک میکنیم دسکتاپ. remove the disk cleanup wizard یا hide internet explorer remove computer icon. ببین در دسکتاپ کامپیوتر هست یا نیست؟ هست نه؟ میخوایم همین چی کنیم؟ گم کنیم. پس در گروپ پالیسی میریم براشون میگیم remove the computer icon on the desktop. enabled apply. فهمیدین؟ این کارا بکنین. وقتی که شما برین رفرش کنین هست نه؟ وقتی کامپیوترتون یک بار گل کنین پس دوباره که من کامپیوتر آیکون عزیز چی شده؟ گم شده. فهمیدین باز نمیباشه. اما اگر پس فایل بسازین باز نات کانفیگر بسازین باز میمونه. فهمیدین بعضی چیزها هستن گفتیم تا که لاگ آف نکنین نتیجه نمیده. فهمیدین نه؟ ریموو ریسایکل بین از چی کو گم کو. فهمیدین؟ یعنی وقتی که برین ببینین در اینجا مای کامپیوتر را کلیک کنی پراپرتی داره نداره؟ داره نه؟ یا ریسایکل بین که را کلیک کنی پراپرتی داره نداره؟ این پراپرتی از یارا میخوای گم کنی. میتونی این کارا بکنی. remove property from the computer icon. فهمیدین؟ پراپرتی را از آیکون کامپیوتر چی کن؟ هاید کن. دیگه باز در داخل دسکتاپ دیگه هستن. دسکتاپ میبینی نه prohibit adding items. از این معنی شون که ما در دسکتاپ چیز را اضافه کرده نتوانیم. متوجه شدید؟ یا prohibit deleting item. این کار شوه که از دسکتاپ کسی چیز را دیلیت کرده؟ متوجه هستین؟ این را که اپلای کردن باز از دسکتاپ کسی چیز را دیلیت کرده؟ نمیتونه. دقیق باید باشین. دیسیبل آل آیتم اینه که کلیک کردین در روی صفحه هیچ چیز دیده نمیشه. نه آیکون نه دیگه چیز کل چیزا چی میشه؟ گم میشه غیر فعال میشه. پس بخاطر که دیسیبل آل آیتمز را ما کلیک کنیم. و اگر ما شما بریم در اینجا اکتیو دایرکت چیستن
اکتیو دایرکتری یک بخش از نتورک هستن فهمیدین در دومین دی ان اس کار میشه فهمیدین و بعد از ببین پس این وظیفه چی بودن وظیفه دسکتاپ نتورک ما شما غرض نداریم فهمیدین فعلا شیر فولدر ما شما کار نداریم پالیسی هایی که برای نتورک یا برای فولدر شیرینگ شما جور میکنین باز از اینجا استفاده میکنین استارت منیو اند تاسک بار در اینجا شما برای بخش استارت منیو و تاسک بار تنظیم جور کرده میتونید ببینید استارت منیو کدام قسمت را میگه میشناسی خودت وقتی که این تکمه را کلیک کنیم ببین منیویی که باز میشه همین منیو را برای چی میکنیم استارت منیو در اینجا بعضی از آپشن ها را شما میخواین نباشه ببین حال پروگرام است صحیح یا در اینجا ببین هایبرنیت و شات داون است یا نیست هستن نه میخوایم که شات داون نباشه یعنی کسی از اینجا کامپیوتر را گل کرده نتواند یعنی کامپیوتر را کسی از اینجا گل نکنه یا نباشه یعنی حال پروگرام این چیزا نباشه پس میتونین برین ران در آن نوشته کنین gpedit.msc و بعدا administrative templates و بعدا بالای چی کلیک میکنیم start menu and taskbar در اینجا میتونیم نه زیاد آپشن هستن remove command program remove and prevent access to the shutdown ببینید نه ایرا کلیک کو انال shutdown کسی در اونجا دیده نمیتونه ببینید نه وقتی که برین در اینجا shutdown هایبرنیت و این چیزا گم شده ریستارت نه این کل چیزا هستن add log off on the start menu log off در start menu چی شوه اضافه شوه فهمیدین نه clear history of recently opened document on exit وقتی که فایل را باز میکنیم فایل ها یادداشت میشه نمیشه میشه او را یادداشت نکنی اینا که کلیک کنی فهمیدی زیاد کارها هستن که میتونین شما از انجام بدین نه فرض مثال برشان میگیم مال پروگرام را از بین میبر درست است بله پس پیدا میکنیم چی ریموو آل پروگرام لیست آل پروگرام را که ریموو کرده اپلای بکو اوکی حالا اگر ببینیم ما شما در اینجا آل پروگرام داریم نداریم نه سر میشه که بیخی استارت ریموو کنیم نه استارت چرا ریموو میکنیم کار خوب نیست نه تا کلیک کو پاس اپلای کو اوکی ببینید استارت منیو آمد نه پس دوباره آل پروگرام هم اومد اون نفر آزار بودیم بیخی استارتش کنیم ببینید خب در اینجا آپشن ها هستن ببینید ما خودم کلش نقطه به نقطه ندیدیم که هستن دیشانی ببینید شما سرچ بکنید ما طریقش براتون گفتیم فهمیدین امکان داره باشه مثلا آپشن ولی استاد ریموو او ران بود فهمیدید ببینید خب یک لحظه در اینجا ببین ریموو کامان پروگرام گروپس کامان پروگرام گروپ باز کدام است اون پروگرامایی را که شما اینستال کردین در اینجا خود پروگرام است نه از خود ویندوز هم است ما هم که اینستال کردیم ریموو کامان پروگرام گروپس اگه کلیک کنی پروگرامایی را که تو اینستال کردی بازوار نشان نمیتا ریموو سرچ کلش که ریموو کردی سرچ ریموو کو یارا ریموو کو خدایی دیگه چی میمونه هیچ چیز باز اونمون گم میشه فهمیدین زیاد چیزا هستن که میتونن شما دیدم کی بر بخش تاسک بار هم میتونن ببینین فرض مثال فعلا هر کس رایت کلیک میکنه پراپرتیز میره یا نمیره میره نه تغییرات میره یا مثلا تاسک بار کس رایت کلیک میکنه لاک غیر فعال میکنه از اینجا میبره دیگه در اینجا میبره دیگه میتونه نمیتونه میخوایم که کسی کار نتونه پس آپشن داریم به نام لاک در تاسک بار به نام چی لاک در تاسک بار هست لاک آل تاسک بار سیتینگ تاسک بار سیتینگ مکمل چی شوه لاک شو ببین هر کس رایت کلیک میکنه پراپرتیز لاک هم تو میکنه تو های تاسک بار است یا نیست میخوایم که کسی سیتینگ تاسک بار را تغییر داده نتوانه پس برین برشان چی بگوین لاک درست یک چیز یک نفر هم این تاسک بارش در کامپیوتر نبود باز ما رو آوردم تاسک بار بود در بالا میامد در دو طرف میامد چپ و راست در پایین نیش نمیامد دلش نمیشد من ببینین پراپرتیز رو کلیک کنین انال در اینجا کل استارت مینیو است تاسک بار است میگرفتم اوکی میکردم نمیامد خب ببینین شد یا نشد استارت مینیو انال ببین پاس میرم لاک آل تاسک بار سیتینگ کلیک میکنم دبل کلیک not configured apply اوکی درست است پس میتونه شما او را ببینیم هنال پاس دوباره که رایت کلیک کنیم پراپرتی تاسک بار آمده نامد میخوایم که رایت کلیک کنیم امی پراپرتی هیچ نبه فهمیدین یعنی کسی دیگه کار کردن نتونه پریونت چی پریونت کجاست یا یک لحظه پیدا میکنیم یک سرچ که داشته باشه استاد نه prevention to taskbar and start menu setting یعنی کسی setting و چیره taskbar را تغییر داده نمیتونه کسی نتوانه او رو تغییر داده ببینین اینا در اینجا کلیک کنین enabled انتخاب بکنین و چی بسازین apply وقتی که رایت کلیک کنین ببین properties نمیتونه کسی تغییر داده پس میتونین برین بالا زمین کلیک بکنین پس چی کنین یا not configure یا
دیسیبل. رایت کلیک کنیم پراپرتی باز میاد یا نمیاد؟ میخوایم که هیچ در اینجا رایت کلیک نشوه. مردم که هر قدر رایت کلیک بکنه نشوه. پس برین اینا remove access to the context menu for the taskbar. دبل کلیک کنین ایره چی بسازین enable. ایره که enable کردین حالا ببین هر چی که دیگه رایت کلیک کنین رایت کلیک نمیشه. context menu for the taskbar ببین اینا دیگه رایت کلیک نمیشه. context menu چی میگه؟ منوی که رایت کلیک خلاص منوی که همراه رایت کلیک میگه اون چی میگه؟ context menu. دمیار جایی که دیدین context menu معنی از اون امور میته که کات رایت کلیکس میگه فهمیدین؟ پس ایره نات کانفیگر بکنیم. نات کانفیگر که کردیم اوکی کنیم ببینید کلیک کنید باز دوباره آماده میشه. پس زیاد آپشن هستن که گفتیم شما میتوانید برای استارت منو و تاسک بار خودتان ببینید. باز هم میریم ران نوشته میکنیم gpedit.msc gpedit.msc و بعدا بالای administrative templates کلیک میکنیم ای بود استارت منو تاسک بار. سیستم بعضی چیزا هستن برای سیستم ببینید زیاد چیزا هست. کنترل آل دیلیت آپشن کنترل آل دیلیت که بزنید چی میه؟ کنترل آل دیلیت نه کنترل آلت و دیلیت این آپشن ها میاد یا نمیاد؟ تاسک منیجر آورده میتونید ببینید استارت تاسک منیجر چنج پاسورد لاگ آف سویچ لاگ اینی چیزا هست. ببینید که تازه که کلیک کنید اینی بخش ها میاد کنترل آلت دیلیت میتونید ببینید در اینجا متوجه باش رایت کنترل آلت و دیلیت هر سه همزمان اینی آپشن ها میاد لاگ دیس کامپیوتر سویچ یوزر لاگ اپ چنج پاسورد استارت تاسک منیجر. سیستم ما میخوایم تنظیمات ازیر جور کنیم انا ریموو چنج پاسورد در اونجا نباشه یا در اینجا فعلا رایت کلیک میکنید تاسک منیجر خو برات گفتیم وظیفه‌ش هم کارش هم سیستم ببینید نه یا آمد. اما اگر میخوایم که تاسک منیجر کار نتا بریم ریموو تاسک منیجر انیبل اپلای انا ببین رایت کلیک کنید تاسک منیجر کار میتا دایده ببین کار میتا تاسک منیجر وقتی که کنترل آل دیلیت هم بزنید اینجا تاسک منیجر هستش نیست گم شد. میتونی کلش رو گم کنی ریموو تاسک منیجر رو کلیک میکنیم برایشون چی میگیم نات کانفیگر اپلای اوکی. پس حالا که رایت کلیک بکنی تاسک منیجر میاد یا نمیاد؟ میاد. پس کسی تا آورده نمیتونه کی وظیفه کنترل آل دیلیت است. میتونی لاگ کامپیوتر هم از اونجا گم کنی هست یا نیست؟ لاگ کامپیوتر چنج پاسورد بودم بودش یا نبود؟ ها استارت تاسک منیجر چنج پاسورد لاگ آف سویچ یوزر لاگ کلش هست نه میتونی تو بری کلش چی کنی غیر فرق کنی. پس میریم دوباره بک ड्राइवर इंस्टॉलेशन फोल्डर ریدایرکشن ور فولدر هستن فهمیدین و دیگه ور ड्राइवर هستن که میتونی جور بکنین ای بر خود گروپ پالیسی هستن ای بر اینترنت کمیونیکیشن هستن لوکال سرویسز لاگان فهمیدین پس کل زیاد چیزا هستن رن دیس پروگرام ات یوزر لاگان ایره برو کلیک کن وقتی کدام پروگرام لاگان شوه نوتپد کالکولیتور ای دو دانه همیشه که کامپیوتر روشن میشه چی رو براتون باز میکنه نوتپد و کالکولیتور ما خود ما جور کرده بودیم میره برش میگم نات کانفیگر وقتی که کامپیوتر لاگان میشه هیچ کدام پروگرام را باز نکنه فهمیدین. پس دوباره ایره میگیریم چی میکنیم کلوز میکنیم. پرفارم کنترل پنل ببینید پرفارمنس اف کنترل پنل پاور منیجمنت ریمووبل استوریج اکسس این شما بر بخشی چی میتونین جور کنین نه در کامپیوتر شما هر کس فلش میندازه فلش میگیره نمیگیره میگیره چرا ها در وقتی که شما در کامپیوتر فلش بردین میگیره خب در کامپیوتر شما فلش میندازید میگیره نمیگیره میگیره نه وقتی که در کامپیوتر برین فلش آماده نماده میخوایم که هر کس در کامپیوتر ما فلش پرت فلش را نگیره یا در سی دی پرت کامپیوتر از ما هر کس میاره فیلم داشته میکنه میبینه میندازه پس میخوایم که این کارو نکنه. کامپیوتر دفترش شاگرد است مثلا شاگرد میخوایم در جنی کاست گیم بیارن هیچ کاست را نگیره یا در کامپیوتر فلش نگیره که ویروس میزنش خراب میکنه هر کس در فلش ویروس میره سیستم. پس میتونیم ما بریم در رن نوشته بکنیم چی gpedit.msc انتر بکنیم و بعد بالای کجا بریم administrative templates بعداً بالا چی سیستم چی سیستم و در سیستم هم در کدام بخش removable storage access ببینید نه cd and dvd deny read access read و write هر دویش باید شما چی کنین enable کنین فهمیدین ما cd و dvd را نمیگیره. custom classes ای برای floppy drive است برای چی سن floppy drive است floppy رو میشناسین ای برای هارد دیسک است سوری برای امی فلش و میموری اینی چیزایی نیستن خب removable disk اینی چیزا هستن ایران برش میگیم enable یعنی کسی در چیز را باز کرده نداره فلش که برتی میگیره خب باز نمیکنه. میخوایم که در اینجا رایت میتونی سند کنی یک چیزی را داش فهمیدین خب میخوایم رایت اکسس کسی داش رایت هم کرده نتونه رایت به ایمان کسی در فلش نه چیزو کپی کنه نه چیز اسپیچ بگیره all removable storage classes کلش چی کو
کل چی رو بند کن. در همی فلش جای یو اس بی که کسی نه یو اس بی دیسیبل شده ببینن. فلش گرفتنه باز میشنه یا نمیشه؟ باز میشنه. خب گفتیم که یک بار کامپیوترتان را لاگ آف بکنین و بعد از اون رزلت از اون ببینین. اگر فعلا ما لاگ آف کنیم در ریکاردینگ است فهمیدین نمیتونید دیدم. فلش گرفته؟ بازم میکنم. خب یک بار برین شما کامپیوترتان چی کنین؟ لاگ آف کنین. پس که روشن میکنیم باز دیگه فلش کار نمیتادش. فهمیدین؟ پس میریم ران دارن نوشته میکنیم gpedit.msc که این از طریق چی شما این کارا کرده میتونین؟ از طریق ادمنستریتیو از طریق چی؟ سیستم عزیز شما میتونید همین کارهای رو چی بکنید؟ انجام داده میتونید. یا ببینین فرض مثال ما و شما دیگه زیاد کارها هستن، یوزر پروفایل هستن که شما تا هنوز نخوانید، ویندوز هارد استارت است فاین. پس اینی بخشا بودن که برای گروپ پالیسی و دیگه بخشا کلش شما میتونید این کارا بکنید. بعد از اون ببینین پس دوباره میریم آپشن را داریم برنامه چی هستند؟ prevent access to registry editing tool. درن شما نوشته میکنین registry را باز میکنه نمیکنه؟ برایتان گفتیم که it is the brain of operating system که هسته و یا مغز ویندوز است. میخوایم که کسی در یک دست نزنه که سبا روز خرابی نکنه. در که مثلا گفتیم که اگر دوج جزئی تغییرات هم به ویندوزتان چی میشه؟ خراب میشه. پس اینا regedit نوشته میکنیم باز میشه. میخوایم که باز نشه. پس برین اینا remove access to registry editing tool. دبل کلیک و enable. prevent access to registry editing tool. اینا لگی را کلیک کردی تران برو نوشته کو regedit. وقتی که کلیک کنیم مثلا که registry editing tool چی شده؟ قاید شد. پس میخوای جور کنی برو دران نوشته کو gpedit.msc انتر. درست است باز میکنیم باز شده نشد؟ باز شد نه؟ حالا شما برین بالا ادمنستریتیو تمپلیتس کلیک کن. start menu and task bar برو کجا؟ start menu and task bar همیستن؟ چرا از start menu and task bar بریم؟ از سیستم غیر فعال کردیم خیلی در start menu چی کنیم؟ در سیستم میریم prevent access to registry editing tool not configured apply. اوکی. حالا که شما برین دارن نوشته کنین gpedit.msc باز میشه نه؟ و regedit هم اگر نوشته کنیم regedit هم باز شد نه استاد؟ خب پس مالش کردیم. درست است. پس این بوده مثلا می اندک تغییرات بیاری مثلا در اونجا که فولدر که میره در نامش تغییر میداده اگر نام اون فولدر یاد آدم برای دیگه گم خلاص ویندوز مجبور ریسایت کنی. فهمیدی؟ اگر بکاپ از رو داشته باشی از رجیستری را خوب از ریستور بکنی، اما اگر بکاپش کنی مجبور ویندوز اینستال کنی. فهمیدید؟ پس اینو تو آپشن های زیاد دیگه هم در گروپ پالیسی وجود داره که شما میتوانید خودتان آن را ببینید. بالای کامپیوتر چی اپلای کنین؟ پالیسی اپلای کرده میتونید. مشکل نیست نه؟ حالا گل میکنیم نتیجه بعضی چیزا رو میبینیم.